و اما امروز بعد از ویدیوی قبلی که ریشه تمدن انسانی داخل منطقه بلوچستان فعلی رو توضیح دادیم، میریم سراغ یکی از تمدن‌های بزرگ این منطقه، تمدن مهرگر بلوچستان. تمدنی واقع در بلوچستان با قدمتی مابین 7000 سال الی 9000 سال قبل از میلاد، با جمعیت حدود 25000 نفر، آغازگر کشت محصولات کشاورزی و همچنین پرورش و اهلیسازی حیواناتی مثل گاو، گوسفند و بز بوده، همراه با دانش طراحی پارچه. در سال 1928 میلادی گروهی از باستانشناسان فرانسوی در این ناحیه به پژوهش و بررسی پرداختند و اونچه که الان ما در مورد این تمدن میدونیم اکثریتش مربوط میشه به همین پژوهش‌ها و بررسی‌ها که عمده این تحقیقات و اکتشافات طی سالهای 1974 تا 2000 میلادی توسط هیئتی فرانسوی به سرپرستی ژان فرانسوا صورت گرفته، در حالی که بر طبق مستندات کهن‌ترین یافته‌های بشری در بین النهرین استرالیا و آمریکای لاتین و مصر و چین بیشتر از 6000 سال نیز برآوردهای کارشناسی و تاریخی از تمدن مهرگر نشون میده که مردمانی با سطح سواد و آگاهی بالا در جامعه مدرن و سازمان یافته حدود 7000 سال الی 9000 سال پیش از ولادت مسیح در این تمدن زندگی می‌کردند. این مردم در ابتدا در کناره‌های رود بولان دور هم جمع شدند و همنشینی را آغاز کردند، اما در طول زمان کارهایی از قبیل سفالگری، پارچه‌بافی، علی کردن حیوانات و کشاورزی را آغاز کردند. این تمدن در سال 1980 میلادی جزء میراث فرهنگی یونسکو ثبت شده و واقع در شهر بولان بلوچستانه. اما در مورد دندانپزشکی در تمدن مهرگر میتونیم اینطور بگیم که با توجه به گزارش منتشر شده در 6 آوریل 2006 محققان ایتالیایی در حداقل 11 مورد از افراد دفن شده در گورستان تمدن مهرگر مواردی را مشاهده کردند که دندانهای این افراد با مته سوراخ شده بود. در این تمدن با استفاده از مته‌هایی از جنس سنگ چخماق دندونهایی رو با مته سوراخ می‌کردند تا درد حاصل از دندون درد رو کاهش بدن و به عبارتی درمان کنن. در اجساد این افراد خبری از پر کردن دندونها نبوده، به عبارتی فقط دندونها با مته سوراخ می‌شدن. اما طی تحقیقاتی که صورت گرفته نشون داده شده که همین سوراخ کردن میتونسته درمان موفقیت آمیزی برای این افراد باشه و بهشون کمک کنه به زندگی عادی خودشون ادامه بدن. اما تمام آثار این تمدن از جمله مجسمه ها و سفال هایی که توسط مردم این تمدن ساخته شدن و توسط محققان و باستانشناسان پیدا شدن، همچنین تندیس های حیوانات و سایر موارد از جمله شمشیرهایی که در این تمدن پیدا شدن همگی داخل موزه شهر سبی بلوچستان نگهداری میشن. اولین اکتشافات تاریخی این تمدن در سال 1977 به وقوع انجامید. در اون زمان اینطور زمزمه میشد که نیمه گم شده ای از تاریخ بشری در حال کشف شدنه و ذهن بسیاری از باستانشناسان رو به خودش مشغول کرده بود این تمدن. نهایتاً باستانشناسان با تحقیقات و اکتشافاتی که در این منطقه انجام دادن به این نتیجه رسیدن که منشأ تاریخی تمدن مهرگر مربوط به 8 دوره متوالی میشه و اون رو داخل 8 دوره زمانی تقسیم بندی کردن. دوره اول از سال 7000 قبل از میلاد تا 5500 قبل از میلاد، دوره دوم از 5500 تا 4800 سال قبل از میلاد و دوره سوم از 4800 سال قبل از میلاد تا 3500 سال قبل از میلاد. همچنین دوره چهارم از سال 3500 تا 3250 سال قبل از میلاد، دوره پنجم از 3250 تا 3000 سال قبل از میلاد و دوره ششم از 3000 سال قبل از میلاد تا 1900 سال قبل از میلاد. دوره هشتم هم از 1900 سال قبل از میلاد تا
زمان پایان این تمدن. برای آشنایی بیشتر با این تمدن این دوره‌های زمانی رو به صورت مفصل‌تر توضیح میدیم. و اما دوره اول تمدن مهرگرد، در این دوره ما چندان شاهد استفاده از سفال نیستیم، اما طبق اونچه که در آوریل 2006 در مجله علمی در جهان منتشر شد، به استناد تحقیقات باستانشناسی، محققان و باستانشناسان ساکنین مهرگرد رو کسایی میدونن که برای اولین بار در تاریخ کشت محصولات کشاورزی از جمله گندم، جو، عناب، خرما و همچنین پرورش و اهلی‌سازی حیوانات رو آغاز کردن. همچنین اینطور عنوان شده که ساکنین تمدن مهرگرد اولین کسایی بودند در جهان که انبارهای ذخیره‌سازی غله رو ایجاد کردند و همچنین به استخراج مس از معادن مس پرداختند و با استفاده از این موارد ابزارهای کاربردی رو می ساختن. همچنین در اون مقطع تاریخی در حالی که سایر مردم به صورت پراکنده زندگی می کردن، مردگان خودشون رو یا می سوزوندن و یا در زیر نور آفتاب رها می کردن، فرهنگ مردمان مهرگرد اینطور بوده که مردگان خودشون رو همراه با تجملات و لوازم شخصی خود مرده دفن می کردن و این یکی از ویژگی‌ها و مشخصات خاص این تمدن به شمار میره. اما دوره دوم تمدن مهرگرد، در این دوره ما شاهد این هستیم که تکنیک‌های مردم و بومیان این تمدن نسبت به دوره قبل بسیار بیشتر پیشرفت کرده. در این دوره سفال‌های لعاب داده شده پیدا شده. همچنین مجسمه‌هایی که از دوره دوم تمدن مهرگرد پیدا شده بسیار تکامل یافته‌تر هستند، تزیین بیشتری دارند، دارای رنگ‌های قرمز و قهوه‌ای هستند. همچنین مدل‌های متنوع زیورالات همراه این مجسمه‌ها پیدا شده. همچنین فناوری گداخت سنگ و مس و همراه کوله‌های بزرگ از این دوره به جا مونده و در نهایت گفته میشه که مقدار کالاهای دفن شده و همراه مردگان در این دوره کمتر بوده نسبت به دوره قبل. یعنی مردم مهرگرد اعتقاد داشتن که مقداری کالای زینتی و با ارزش رو همراه مردگان خودشون دفن می‌کردن، اما این اعتقاد به مرور زمان با گذشت زمان کمتر و کم رنگتر شده. در بافت شهری مهرگرد هم در طی این دوره چاه‌های متعددی پیدا شده، حمام‌های عمومی که سیستم دفع فاضلاب شهری داشتن و همچنین مکان‌هایی برای جمع‌آوری زباله در اون زمان. علاوه بر همه این موارد، فواصل معینی میان بخش‌های مسکونی در تمدن مهرگرد مشاهده شده که اینطور به نظر میرسه که این فواصل به عنوان خیابان در نظر گرفته می‌شدن و خانه‌ها بر اساس نظم خاصی مهندسی می‌شدن. در طی حفاری‌های انجام شده باستانشناسان مقدار زیادی مجسمه زن رو از این تمدن کشف کردن که به اعتقاد برخی مورخان اینطور گفته میشه که توسط بومیان منطقه پرستش میشدن. تعدادی از این مجسمه ها گردنبندهایی رو دارن و بعضی هاشون فرزندانی رو در آغوش خودشون گرفتن. همچنین برخی از این مجسمه ها تاج‌های پارچه‌ای روی سر خودشون دارن که مشابه لنگ و عمامه‌ایه که روی سر سایر مردم عوام هم بوده و همین الان هم داخل بلوچستان رواج داره. با توجه به مجسمه هایی که پیدا شده و پارچه هایی که روی این مجسمه ها بوده، هنوز نمیدونن که مردم اون زمان چطور پارچه بافی میکردن و از چه مواد و ابزاری برای بافت لباس استفاده میکردن. در کل با توجه به اینکه مجسمه های زن در این تمدن بسیار بیشتر از سایر مجسمه هاست و یه جورایی انگار که این مجسمه ها پرستش می شدن، با توجه به فرهنگ بومی مردم منطقه بلوچ هم میتونیم اینطور بگیم که واقعا جایگاه بالایی که زن بلوچ در این منطقه داره شاید برمیگرده به همین تمدن و پرستشی که در دوران باستان می شده. نهایتاً باستانشناسان با توجه به پارچه بافی و سایر چیزهایی که هنوز هم قابل توجیه نیست براشون، معتقدند که تاکنون هیچ تمدنی در مقاطع زمانی گذشته
اینطور نبوده که به این سطح از کمال، هنر و دانش و تخصص دست پیدا کنه. در رابطه با خونه‌سازی و مهندسی که در اون زمان صورت می‌گرفته میتونیم بگیم که این مهندسی در طول زمان پیشرفت‌های زیادی داشته، اما در دوره دوم اینطور بوده که با استفاده از آجرهای خامی به ابعاد 60 در 12 سانتی متر خونه‌هایی رو می‌ساختن که هر کدوم این خونه‌ها 4 اتاق داشتن و سقف‌های این خونه‌ها پوشیده از برگ گیاهان و گل بوده. همچنین دیوارهای داخلی و خارجی با اشکال و دکوراسیون‌های هندسی تزیین می‌شدن و مخصوصا سطوح خارجی نقاشی‌های درشون مشاهده شده. قدیمی‌ترین مجسمه ساخته شده در مهرگر هم مربوط میشه به مجسمه مادر مروارید که یک نمای ایستاده رو نشون میده و مجسمه منحصر به فرد و بسیار غیر معموله که در اون زمان چطور همچین مجسمه هایی رو می ساختن. بر اساس مطالعاتی که روی سایت مهرگر انجام شده تاکنون هیچ آثار باستانی دیگه‌ای مشابه با آثار این تمدن در هیچ کجای دنیا و نقطه جغرافیایی دنیا پیدا نشده، به جز چند تا مجسمه که داخل ترکمنستان پیدا شدن. البته این مجسمه ها مربوط میشن به یه دوره خیلی بدتر از تمدن مهرگر، یعنی حدود 2 الی 3 هزار سال بعد از تمدن مهرگر. مجسمه هایی که داخل تمدن مهرگر پیدا شدن به سری ویژگی های خاص دارن خیلی هاشون. مثلا بعضی از اعضای بدنشون رو میبینیم که سوراخ شده، یا شکل هایی از مار رو میبینیم که به دور پیکر انسان پیچیده شده. طبیعتاً این مجسمه ها و این ویژگی ها نشون دهنده آیین و باوری هستند که در اون زمان مردم این منطقه داشتن، هرچند که ما الان نمیتونیم به طور دقیق این آیین و این گرایش رو مشخص کنیم. اما اینطور گفته میشه که استفاده از مار میتونه نشون دهنده تمایل این مردم به کنترل نیروهای طبیعت و به عبارتی استفاده از جادو باشه و همچنین احتمال میره که سوراخ شدن اعضای برخی از این مجسمه ها میتونه نشون دهنده این باشه که در اون زمان مردم این تمدن به دنبال درمان دردهای فیزیکی و روانی و همچنین به عبارتی علم طب و کمک به درمان برخی از امراض بودن. و اما در دوره سوم تمدن مهرگر ما مجسمه هایی رو میبینیم که اغلب ایستاده هستن و به رنگ های قرمز مایل به قهوه‌ای و یا قرمز پیدا میشن. چیزی که توجه ما رو در این دوره جلب میکنه تمایز میان ویژگی های جنسیت زن و مرد در این مجسمه هاست که کاملا رعایت شده. یعنی مردان اغلب ایستاده هستن با ظاهری مردانه، بازوها و پاهای صاف. زنان هم با حالت نیمه نشسته هستن اکثر، همراه با سایر ویژگی‌های جنسی که ما در مورد زنان میتونیم داشته باشیم که با موهایی بافته شده و زیورآلات به نمایش گذاشته شده. این علاقه مردم تمدن مهرگر به ساختن مجسمه‌های بشری رو ما حتی بعدها در سرزمین مکه میتونیم به صورت کامل ببینیم که بهترین نمونه مثال که میتونه جانشین این تمدن معرفی بشه موزه طبیعی سفال کلفورگان در سراوان بلوچستان امروزیه که هنوز همین هنر و سنت رو حفظ کردن. با در نظر گرفتن تاریخ تقریبی و قدمت تمدن مهرگر ما میتونیم اینطور بگیم که تمدن‌های دیگه داخل منطقه از جمله تمدن‌های داخل پاکستان، تاجیکستان و حتی تمدن‌های واقع در افغانستان همگی یه جورایی وام گرفته از تمدن مهرگر هستن و همگی فرزندان این تمدن بزرگ به حساب میان، چرا که مواردی مشابه آثار تمدن مهرگر در تمدن‌هایی که بعد از اون ظاهر شدن و به وقوع پیوستن دیده میشه، از جمله تمدن‌های داخل افغانستان و همچنین تمدن شهر سوخته. نکته‌ای که مهرگر رو از سایر تمدن‌ها متمایز میکنه قدمت این تمدن و دوامیه که داشته،
چرا که ما میتونیم روند تحول میان دوره‌های مختلف تاریخ رو داخل این تمدن به صورت کامل مشاهده بکنیم و یک پیشرفت در علم و نوآوری رو از دوره اول تمدن مهرگرد تا دوره هشتمش کاملا مشاهده کنیم. با توجه به قدمت تمدن مهرگرد و اینکه آثار مشابه این تمدن در هیچ کجای دنیا پیدا نشده که قدمتی بیشتر از این تمدن داشته باشن، میتونیم به این نتیجه برسیم که این تمدن واقعا یک تمدن بومی بوده که توسط مردم منطقه اختراع و ایجاد شده. همچنین به اعتقاد باستانشناسان الگوپذیری دائمی از فرهنگ و سنت‌های مهرگرد در مناطق دور و اطراف این تمدن یه چیز طبیعی بوده و تمدن‌هایی که همگی در اطراف این تمدن به وجود اومدن یه جورایی وام گرفته از این تمدن به حساب میاد. تمدن مهرگرد و تمدن‌های داخل بلوچستان تمدن‌های به حساب میان که در گذر تاریخ مردم بلوچ همچنان اونها رو حفظ کردن و هنرمندان بلوچ سعی در زنده نگه داشتن اون دارن. استدلال ما برای این جمله میتونه تنها موزه زنده سفال جهان یعنی کلپورگان باشه، همچنین لباس امروزی زنان و مردان بلوچ که همگی ادامه این تمدن بزرگ به حساب میان و مردم منطقه در گذر زمان چیزهایی رو به این تمدن اضافه و یا حذف کردن و به عبارت تغییراتی ایجاد کردن که بعضا تغییرات بنیادین حساب میشه، اما هرگز این تمدن رو از دست ندادن و اون رو به هیچ فرهنگ دیگه‌ای نواخت. مجسمه‌های انسانی که در تمدن مهرگرد کشف شدن نشون میدن که قدیمی ترین مجسمه‌های سرامیکی جنوب آسیا در مهرگرد پیدا شده. یعنی قبل از اینکه حتی سفالگری و سفال رواج پیدا کنه، مجسمه‌های سرامیکی در مهرگرد کار می‌شد. از اونجایی که مجسمه‌های قدیمی خیلی خیلی ساده هستن، ویژگی‌های پیچیده‌ای رو هم نشون نمیدن، اما با گذر زمان این ویژگی‌ها و جزئیات بیشتر میشن و این مجسمه‌ها جزئیات بیشتری رو به خودشون میگیرن. همچنین قابل ذکره که ما تا قبل از شروع دوره هفتم تمدن مهرگرد مجسمه‌ای از مردان پیدا نکرد و تمام مجسمه‌ها تا این دوره مجسمه‌های زنونه محسوب میشن. این میتونه نشون دهنده احترام بسیار زیاد زن در این تمدن باشه و یا حتی نشون دهنده مذهب و فرقه‌ای که اونها در اون زمان داشتن، یا هم حتی نشون دهنده این باشه که جنس زن در اون موقع برتری داشته نسبت به جنس مرد. و اما نقطه مرگ و پایان این تمدن زمانی شروع میشه که با توجه به گزارش هیئت باستانشناسی فرانسوی در باز زمانی ما بین 2600 تا 1900 سال قبل از میلاد ساکنین این تمدن شهر تاریخی مهرگرد رو رها میکنن و به سمت منطقه دیگر به مسافت 5 کیلومتری در شمال مهرگرد مهاجرت میکنن و تمدن جدیدی به نام تمدن نوشارو رو ایجاد میکنن. این مهاجرت مردم منطقه پایانی بر حیات تمدن چند هزار ساله مهرگرد.